الله ناقصا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. مسئله اینه. این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه. نقطه مقابلش هم جبهه جور، جبهه ظلم، جبهه شکستن عهد الهی است. امروز شما در دنیا این رو میبینید. قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت. در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جور دیگه است، ولی هست. در دوران تبلیغات به وسیله شعر و قصیده و حدیث و بیان کلمات یه جوره، در دوران اینترنت و کوانتوم و امثال اینا یه جور دیگه است، ولی هست. در دوران دانشجو بودن انسان یه جوره، در دوران مدیر شدن و مسئول شدن یه جور دیگه است. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسى دعم المقطع بلايك.